بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود. همه شهرهای مهم جهان که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، گردشگری و توریستی معروف هستند، همگی دارای فرودگاه‌اند. ولی آیا تا به حال به این فکر کردید که چرا شهر مکه فرودگاه نداره؟ ما در ریاضیات یک عدد داریم به اسم عدد فی که در تعداد ضربان قلب، طرح‌های خاص کیهانی، مارپیچ DNA و کریستال برق و گیاهان این عدد به کار رفته شده که عدد فی یا طلایی نام داره. حالا بریم ببینیم که عدد فی در روی کره زمین کجاش میفته، یعنی نقطه طلایی زمین کجاست. آیا میدونید کجا مرکز مغناطیس زمینه؟ طبق تحقیقات اثبات شده که شهر مکه مرکز مغناطیس زمینه. اصلا اساس کار قبله نماها هم بر اساس همین مرکز مغناطیس زمین طراحی شده. میدانهای مغناطیسی اطراف زمین گاهن با هم برخوردهایی هم دارند که وقتی این برخورد صورت بگیره به صورت ساعتگر و یک میدان واحد وارد زمین میشن. ولی این پدیده در بالای کعبه بالعکس همه جاهای زمین است، یعنی وقتی اینها با هم برخورد میکنن به صورت پاد ساعتگرد وارد زمین میشه. جالبه که ما مسلمانان هنگام حج به دور کعبه به صورت پاد ساعتگرد طواف میکنیم که شاید بر این اساس باشه که ما با میدانهای مغناطیسی اطراف کعبه همپا و منطبق بشیم که این کار باعث تعالی و تجلی پیدا کردن روحمون میشه. ولی چرا 7 بار دور کعبه به طواف میپردازیم؟ شاید این عدد 7 که باعث تعالی و تجلی پیدا کردن روحمون بشه و به درجه اعلا رسیدن وابسته به عدد 7 باشه. مثل مولانا که گفته 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. یا مثلا فردوسی که 7 خوان رستم رو نام برده. چرا 7؟ 7 آسمان و 7 سین و کلاً عدد 7 عدد به ظاهر مقدسی. ماها در طول روز تحت تاثیر تشعشعات و امواج اطراف خودمون قرار میگیریم که اینها درون بدن به صورت انرژی منفی ذخیره میشن که برای بدن مضر هستند و باید به گونه‌ای تخلیه بشن. تا به حال به این فکر کردیم که چرا اسلام به نماز اول وقت و نماز جماعت اشاره کرده؟
وقتی انسان‌ها در یک منطقه خاص و به طور همزمان نماز بخونن، باعث میشه یک تلپاتی بین این افراد ایجاد بشه و اون انرژی منفی بهتر به زمین تخلیه بشه.